آرتروز زانو پیر و جوون نمیشناسه. یعنی یه آدم 17-18 ساله میتونه آرتروز بگیره تا یه آدم 70-80 ساله. اینکه کی آرتروز میگیره، چه کسانی اصلا مستعد هستن که آرتروز بگیره، خیلی ربط داره اول از همه به ژنتیک، دوم ربط داره به فعالیت‌های روزمره ما. مثلا مثال میزنم، کسی که از صبح تا شب پشت میز نشسته، یا کسی که مرتب در حال بالا پایین رفتن از پله ها هست، یا کسی که عادت داره توی خونه همیشه 2 زانو یا 4 زانو میشینه. این ویدیو به درد کیا میخوره؟ به درد کسایی میخوره که میخوان توی خونه آرتروزشون رو درمان کنن، نمیخوان برن فرضاً فیزیوتراپی، یا اصلا وقتشو ندارن، یا شاید حتی هزینه‌اش رو ندارن بدن. اولین علائم آرتروز چجوری بروز میکنه؟ معمولاً اولین علائم آرتروز زانو به این صورت بروز میکنه که فرد از پله که میخواد فرضاً تند بالا پایین بره، احساس میکنه که جلوی زانو یا زیر زانوش در واقع دچار درد میشه. یک درد سوزشی که حالت انگار یه چیزی فرو میره توی زانوی شما. این یک از نشانه است. نشانه دوم چیه؟ بر اثر ایستادن طولانی، مثلا فرضاً یه روزی کار داری، شما مجبوری 5-6 ساعت سرپا وایسی، حالا شاید مهمون داری خونه، یا شاید مثلا بیرون کار داری، مجبوری زیاد راه بری. وقتی برمیگردی خونه شب احساس میکنی زانوهات دچار درد شده. دیگه چه علامتی داره؟ درد داخل زانو، یعنی بر اثر دوباره فعالیت، مثلا رفتید پیاده روی، مثلا رفتید مسافرت، مثلا رفتید یه کار سنگین انجام دادی، داخل زانو شروع میکنه به درد گرفتن. و علامت آخر، تورم زانو، تورم همیشگی زانو. این که من اگه یه روز زانوم ورم کنه فرداش اون تورم از بین بره، دلیل نمیشه حتما آرتروز داشته باشم. ولی اینکه یه مدت طولانی، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه من همیشه ببینم که زانوها متورم هست، این میتونه یه نشانه دیگه از آرتروز باشه. حالا آرتروزیا معمولاً دردشون چه شکلیه؟ آیا اینا رو ناتوان میکنه؟ یا آیا باعث میشه که فقط یه مشکلاتی رو فرضاً مثل درد داشته باشن ولی کارشون رو انجام بدن؟ این ربط داره به درجه بندی آرتروزشون. مثال میزنم، معمولاً افرادی که سنشون زیاد هست، اینها ممکن است به درجه ناتوانی برسند. به علاوه اینکه ممکنه شما حتی تغییر شکل یا حالت پرانتزی زانو، ممکنه حتی این حالت رو پیدا کنن. تو این افراد که دچار پرانتزی شدید زانو میشن، دچار ناتوانی میشن، احتمالاً پیشنهاد جراحی میشه. یعنی سن بالا هست، زانو پرانتزی شده، ناتوانی هم سراغش اومده. حالا بیایم توی افرادی که سنشون کمتره. توی افراد کم سن و سالتر ممکن است شما پرانتزی زانو رو ببینید، ولی درد فرد همیشگی نیست. یعنی ممکنه یک دوره 2 ماه 3 ماه بیاد سراغش، از بین بره، یا با ورزش خوب بشه، دوباره بیاد سراغش. هدف من اینه که این تمریناتی که میخوام به شما بگم رو، اگر چه در مرحله هستید که خفیفه، چه در مرحله هستید که شدیده، میتونه کمک کنه که هم دردتون از بین بره و دردتون رو خیلی کم کنه، همین که اگر دچارش شدید از پیشرفتش جلوگیری کنه. میریم سراغ تمرین شماره 1. دراز میکشیم، تالت تا باز. یکی از زانوهامون رو خم میکنیم، میذاریم روی زمین. اون یکی پامون رو صاف میاریم بالا. تا کجا میاریم بالا؟ تا جایی که زورمون برسه. حواسمون باشه حتما زمان انجامش زانومون خم نشه. یعنی اگر من این تمرین رو این شکلی انجام بدم، این اشتباهه. باید حتما پام صاف باشه. پس نگاه کنید این شکلی. حالا ممکنه خیلی‌ها سوال بپرسن که بگن من موقع انجام تمرین پنجه‌مو پایین بدم یا پنجه‌مو بدم بالا. بهتره که پنجه‌ت رو به سمت بالا بدی، ولی اگه نتونستی ایراد نره، پنجه‌ت رو پایین بده، این شکلی انجام بده. خب این تمرین رو 3 تا ست 10 تایی انجام میدیم، یعنی 3 تا 10 تا. یه 10 تا رو نشونتون میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
حواسمون باشه که پرتاب نکنیم پامونو. و دیگه چی؟ حواسمون باشه که لازم نیست خیلی بیاریم پامونو بالا، یعنی لازم نیست من اینو تا اینجا بیارمش بالا، تا همین زاویه 45 درجه بیارم بالا هم کافی هست. میریم سراغ تمرین شماره 2. توی تمرین شماره 2 شما دوباره حالت خوابیده تاق باز دارید. یکی از پاهاتون رو که مثلا زانوی راست من هست ابتدا به بیرون میچرخونیم، خب یعنی حالت چرخشه به بیرون، بعد پامون رو صاف میاریم بالا. خب یعنی انگار شبیه این بغل پا توی فوتبال، انگار من میخوام با پام بغل پا بذارم. پس پام رو به بیرون میچرخونم اول، بعد صاف میارم به سمت بالا. تعداد 3 تا 10 تایی این تمرین رو انجام میدیم. با هم بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمرین شماره 3. تمرین شماره 3 2 تا حالت داره. میتونید تو حالت نشسته یه بالش یا کوسن رو بذارید بین پاهاتون، بعد زانوهاتون رو محکم به این بالش فشار بدین، انگار میخوایم بالش رو له کنیم. پس من میذارم اینجا، محکم زانوهام رو بهش فشار میدم و شروع میکنم به شمردن. چند شماره؟ 5 شماره. 1 2 3 4 5. رها میکنم، 5 شماره هم استراحت میکنم، دوباره 5 شماره دیگه. 1 2 3 4 5. خب این کار رو چند تا باید انجام بدم؟ 10 تا 5 تا این کار رو انجام میدم. این یه حالت نشستش بود، همین رو من تو حالت خوابیدم میتونم انجام بدم. یعنی دراز بکشم رو به بالا، زانوامو 90 درجه خم کنم، این رو بذارم بین پاهام به این صورت. 1 2 3 4 5. رها کنم. دوباره 1 2 3 4 5. اینجور. این تمرین رو هم 10 بار تکرار کنم. پس یا نشسته یا خوابیده. حالا میریم سراغ تمرین بعدی. تمرین بعدی میشینم لبه صندلی یا مبل، یکی از پاهام خم روی زمین است، این یکی پام رو صاف بالا میارم. 1 2. این شکلی. چند تا انجامش میدم؟ 2 تا 20 تا این کار رو انجام میدم. نگاه کنین الان برای پای راستم، تن صاف کاملا، دستام رو میذارم کنار بدنم روی زمین که استفاده کنم برای اینکه تنم صاف باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا این یکی پا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا دوباره این پا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا این یکی پا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب این شد الان 20 تا برای هر پا. این کار رو 2 بار باید انجام بدم. میریم سراغ تمرین بعدی. توی تمرین بعدی من تو همین حالت نشسته که هستم پام رو صاف میارم بالا. نگاه کنید، صاف میارم بالا. به این صورت انجام بدم که ببینید توی پای چپ من این رو صاف میاریم به سمت بالا. نگهش میدارم. 1 2 3. میذارمش پایین. دوباره میارم بالا. 1 2 3. میارم پایین. حواسمون باشه که دوباره پامون رو نصفه نذاریم، یعنی من این کار رو نکنم. زانوم صاف. 1 2 3. ازت میخوام حتما همراه من انجامش بدی این تمرین رو. 1 2 3. اینو چند تا انجام میدم؟ دوباره 10 تا 3 ثانیه برای پای چپ، 10 تا 3 ثانیه برای پای راست. تمرین بعدی تو حالت خوابیده. دراز میکشیم پامون رو که الان مثلا پای سمت راست من هست، صاف میارمش بالا. حالا اون یکی زانوت هم میتونی خم نگه داری، ایرادی نداره. پا رو صاف میارم بالا انقدر که پشت ران من، پشت پای من احساس کشش کنم. یعنی اینجای پای من باید حس کشش داشته باشه. میارمش به سمت بالا. 1
2 3 30 ثانیه اینو نگه میدارم. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. این تمرین رو هم برای پای راست و هم برای پای چپ باید جداگونه حتما انجام بدم. معمولا افراد پای چپشون یه ذره این تمرین دردناکتره، یعنی یه ذره پشت پاتون ممکنه درد بگیره، ولی سعی کنید که 30 ثانیه‌اش رو انجام بدین. چند بار باید انجام بدیم؟ 2 بار، یعنی هر پا 30 ثانیه پای راست، 30 ثانیه پای چپ، 30 ثانیه پای راست، 30 ثانیه پای چپ. بریم سراغ تمرین آخر. رو همین مبلی که نشستیم، یک پامون خم رو زمینه، اون یکی پا رو صاف میذاریم روی مبل، میذاریم اینجا صاف. چی کار میکنم؟ خیلی آروم خودم رو به سمت جلو میکشم. حواسم باشه موقعی که میخوام برم جلو زانوم خم نشه، این به درد نمیخوره. پام رو صاف میذارم، آروم میرم به سمتش. حالا دوباره احساس کشش توی پشت ساق و پشت ران پام باید داشته باشم. 30 شماره این رو انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8. میتونید ساق پنجه پاتون هم به سمت خودتون بکشین که سخت تر بشه. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. خب این برای این پا بود. پای مخالف چجوریه؟ پامون دوباره روی زمینه، یه پامون رو صاف میذاریم، این رو به همین صورت میریم جلو. عرض کردم معمولا پای راست راحت تر از پای چپه. این تمرین رو هم مجددا سعی میکنیم 2 بار برای پای چپ و 2 بار برای پای راست انجام بدیم. این تمرینایی که دیدید چند بار باید در طول روز انجام بدیم. اگر وقت داشتید بتونید این تمرینات رو 2 بار در منزل انجام بدین هر روز، بسیار خوبه. ولی اگر وقت نداشتید 1 بار هم انجام بدین ایرادی نداره. سوال بعدی اینکه من این تمرین‌ها رو چند روز تو هفته باید انجام بدم؟ حداقل شما باید 5 روز از 7 روز هفته این تمرین رو انجام بدید. سوال بعدی چقدر طول میکشه که من این تمرین رو انجام بدم پام خوب شه، یعنی دردش از بین بره؟ این خیلی بستگی داره که 1 درست باید انجام بدید، که برای درست انجام دادن تنها راه چیه؟ اینه که ویدیوی من رو دقیق ببینید، تمام صحبت ها و نکته هایی که میگم رو دقیق انجام بدید. این 1. دوم اینکه چقدر از مدت زمان دردت گذشته باشه، اینکه دردت شدید باشه یا کم باشه. خب هرچی درد کمتر باشه قاعدتا زودتر، شاید توی 2 هفته 3 هفته دردت بره. اگه درد طولانی تر باشه، یعنی مدت بیشتری است که در دچارش هستی، ممکنه که این رو مثلا 1 ماه انجام بدی. ولی قولی که من بهت میدم اینه که اگه انجامش بدی حتما دردت میفته. حالا میدونیم یه سری کارها هم هست که اگه من همه این ورزش‌ها رو انجام بدم مرتب و منظم، ولی اگر اون عادت‌های اشتباه رو داشته باشم، همچنان ممکنه که زانوی من دردناک باشه. یه لیست کاملی از این رو من درست کردم، میتونید توی این ویدیو که اینجا میبینید بزنید. حالا کارهایی که نباید انجام داد رو هم برای کسی که آرتروز داره با هم ببینیم. در ضمن اگه سوالی یا موردی یا علائمی داری حتما توی کامنت ها برای من بذار که من همونجا بهت جواب بدم.